سلام به دوستان گرامی، خواستم این دستگاه سیستم اسکنر جدید بهتون معرفی کنم که اسمش هست اسکنر روتیت، یعنی اسکنر چرخشی که به این صورت میچرخه. و این دستگاه توی ترکیه کاپادوکیا هست، توی نیفشهیر. من اطلاعات بیشتری الان بهتون میدم راجع به این موضوع. یه چارجر باش هست، 2 تا سیگنال داره و این دستگاهی که میبینین وسط این اسکنرش هست با هندلش هست. خب این دستگاه فعالیتش چجوریه؟ اولش یه دکمه‌ای داره که صدا رو باز بسته می‌کنی. دوم سویچ خاموش روشنش، اینجا هم که برای چارجرش هست. حتی با هندزفری هم میتونه استفاده کنه. خب این دستگاه رو روشن می‌کنی. دستگاه رو روشن می‌کنی. الان روی این بخش مود که همه استفاده می‌کنن، اولین آپشنش مهمه. رو بخش مود که بزنین اولش طلا میاد. برای طلا، رو مود طلا هست. دوم نقره. سوم برای به اصطلاح برونز، همون میشه به اصطلاح باکر. مس 3 کاپر که برای قسمت‌های زمین هست. 4 آلومینیوم. 5 برای الماس. 6 برای زمین خالی، تونل خالی که می‌خوایم ببینید اگه تونل خالی هست زمین. اینم برای آهنه، اینم برای آب هست و اینم که آپشنای دیگه هست برای کارهای دیگه. خلاصه اینم زمین خالی هست. این آپشنایی داره که به اصطلاح میتونید باش استفاده کنید. 5 متر زیر زمین نشون میده و 300 متر روبروتون و آپشناش اینجا نشون داده. این دستگاه توی ترکیه، توی کاپادوکیا نیفشهیر است. برای اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. زبان‌های مختلفی هم داریم، به اصطلاح فارسی هست، عربی هست، هندی هست، اردو هست، ترکی هست و انگلیسی. ممنون میشم.